سلام عزیزای دل، وقتشون بخیر. انشالله دارای صحت سلامت باشین. خوش آمدین به یک ویدیو دیگه از من بهارم و امروز قرارش ما مهربانا را قنجقی ببرم کتی سنگی. خب دوستای عزیز، ما کمک ریزیش هم کردم، کمک نقدر ریزیش کردم. صدای من مگرقم گرفته یکی یا خدا خوشم از بزرگی ببخشین دیگه. نمیفهمم که چیزی آقیه که ما از مرزی از ریزیشون نمیفهمم چیزا برید نیم. خب ببخشین دیگه عزیزایم. اینم اینجا چی میمده چی خورد لیری که کوکای میشم اینجا است. بازید خوبشی جوز کشته نفهم چیز خیلی میگیرش مو اینمی جوز کشته میده اینجا ما خیلی خوش دارم دیگه. خوبش جرمونه. باز مادم که یک گلاس بگیریم. همینجا گلاس گفتم شوکو خوبشی یخم بود، خوب مزه دارم بود. باز از شی گرفتم. باز دیگه بلده آرتین خبر بودم که از این خوش نداره. باز بلده زیر نگرفتم. باز بلده چی کردم تعارف کردم گفتم مخری. گفت نه مخری مزه کت خوشی نمود. گفتم که خیره که خوشی نمده دیگه پناهشده خدا چیز کار کنم دیگه. عزیزایم ادامه ویدیو رو باشین بریم دیگه ببینیم که چه رقم موشه نموشه. تا همراهیشم را تا بعد تا آخر ویدیو میخوایم. بخیر باشین دوستای عزیز. خیلی سیگران نیستش یا امام زمان 70 کیلو. اینی را گرفتم عزیزان. قشنگه نه؟ تشکر. آرتین بریم مادر. عزیزایم تشکر که تا قسمت ویدیو هستین. اگر خسته نشتین امیال یک لایک کن، یک سابسکرایب کن دیگه، کامنت خوره امیال هم نوشته کن. باز ادامه ویدیو رو هم باشین زیاد نمنده.
اینجا خب بلدش میگیم که همادم چوری بگیرم. نفهم چطور ما شاق چوری رو کردم. یک دفعه یکدم رنگ آمد. در دلم شیشت گفتم باش پرسان کردم. باز دیگه پرسان کردم اینجا قیمت باید سری. باز گفتم که ایج نمیگیرم. کم بالتر رفتم بسم دیلم نشود. اما 100 دل و یک دل دیدن خدا سرم رحم کرد که باز گفتم خو خیره و چیز خیلی یک چوری رو میندازم اگه خوش مادک نمان بردم میلم. خب دیگه چوری رو هم گرفتم در اینجا بالشتم از خاطر که دختر دیگه اونجا دوا داشت جنگ داشت. گفتم تیر مارزی کارا باش که برم دیگه طرف. خود دوستای عزیزی نمیتور روزا بالاخره تیر میشه. نمیتور روزای عادی دیگه بلدیز نمیتور دیگه کدام مصروفیت خاصی نیست. مجبور فقط هر روز برو بیرون بگرد و لسه گفته کیسه و سو بگرد و الگشتی خو کنو بس پس بیا الگشتی خو ندیگه ولی امو دوطوره ازمو مردم الگشتی میشه دیگه. مثلا باز پس بیایی نمیتور. باز نمیفهم میگه رقم خلوت بود بازار که دم بیخی نفس میگرفتم. یعنی چیزی من چیز کارم دارم دیگه خلوتی دیگه با کرسنگی هم قنجقه بز شهر شلوغی های قدم زوغال ماغال و نفهم چیخ شور سر صدای خوبش معلوم میشد. بازار امیت خلوت قلوخ رو یخ هیچ خوش دم نمیم. هر چیز در رقم خوب کرسنگی هم قنجقه بز شلوغی خوب بود. دیگه ای قسلیریار بالکده هیچ چیز نماندد. باز از یک طرف خوب شده ولی از یک طرف دیگه ما میگیم که همون خوب بود. زیر پل اینجا که هیچ بخیر خلوت بود. اینجا هم دیگه بعد از خیلی گشتوی خالای باش گپ زدم بالاخره توافق برازی شد که ما چوری بیدیم اون رنگ سیاه. چوری رم گرفتم. باز مرا گفتی سلگو که ما در ویدیویت نهیم. ما گفتم چشم ما اصلا نمیخوایم تو ویدیو بگیرم. ما منظورم چوریه. رنگ چوری خوبش باشه ما دیگه کس رو ویدیو نمیگیرم. شیخی کردم دیگه ایدو تو کارا شد. اتفاقات افتاد. روزهای دیگه که میگذره. راستی اینجا کلان انداخته. دستیم خیلی کلان بود دیگه. ما دستیم خیلی چاقه. پیشتر رو نرسید اول ویدیو اول خود ما اولا که ما خود وزن کدوم خودمون دیدیم که 70 کیلو بودم. خب وزنم خیلی بالا رفته دیگه. فعلا که ما دیگه شرایط هسته که نمیتونم رژیم اینا بگیرم. مجبوره که نمیتونم تیر کنم تا چند موقعیه دیگه. انا این کارا شد این الان بریم طرف دیگه کارا دوسته. من تو 2 متر کش یگینی چیز کشته؟ چیز بگیر نخشک بازی اینجا نیسته. وای چقدر مقبوله این. وای تو خوشتم ده؟ خیلی قشنگ بود نه؟ این صورم قشنگه. این صورم خیلی قشنگ. نه ببینیم خیلی قشنگه. این رنگ از هیچ قسم مقبوله. نه مقبوله نه؟ وای
من دست باشم بیا دست بدی مارتین انا دست بو ایگو سولا میجنم نفهمی پشت ایسا گرفتم دوستا که شنیدهشون آهنگ خواندم خب چه قضایه کاش که یاد داشتشم نامید که نه آواز رسایی که آهنگ خوانده برسد افتضاح بریم ببینیم که در زیر پل هوایی چی ها هسته یه چیزای قشنگ قشنگ رو بگیریم چنده؟ اینجا رو به این خیلی قشنگه وای یک طرف بلو اینم خیلی قشنگه ولی دخترانه یعنی خب دوستان عزیز، همونطور که ما پیشترم گفتم که این قسمت طرفی دور پل و دور پل قبلا لیری بود ولی امروز جمع کرده باشین که لیری نیست، هم شلوغ بود که ولی حالی اصلا شلوغ نیست دیگه. مقصد ما در نظر از خودیم ما میگیم شلوغ لاغ. خب عزیزای دیل دیگه رسیدیم است تا آخر ویدیو. از یکی تا یک قسمت ویدیوی میره دنبال کردین تا حالا اگر دکمه سابسکرایبر نزدین لطفا سابسکرایب کن و لایک کن دیگه. نظرات خیلی قشنگ و مثبت خوره حتما در زیر از ویدیو برام نوشته کن دیگه. همگیشون به خداوند میسپارم، ان شاء الله شب و روزشون خوش باشه، وقتشون خوش باشه دیگه. همین تو گپا دیگه اولش مرزهای خوب منم تا ویدیوی بعدی که با ولاگای دیگه خود در خدمتشون قرار میگیرم. همگیشون به خداوند میسپارم، وقتی همگی خوش.